الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، قبل از همه در این دهه اخیر از پروردگار برای همه شما و اهل خانواده و پیوندان و دوستان شما تمام خیر و برکتی پروردگاری را با دعا تمنا میکنم. همیشه عزتمند و همیشه سربلند و همیشه کامیاب و موفق باشید. موضوع امروزه ما در مسئله شب قدر است، یا که دهه اخیر ما این مبارک رمضان رو چطوری که شما خوب میدونید که ما این مبارک رمضان همه سر تا سر از اول تا اخیر 100% از دیگر ماها فرق دارد. حالا ببینید هر نیکی که در برین ما این مبارک رمضان از 1 تا 10 اجر داشته باشد، در ما این مبارک رمضان از 10 شروع می شود تا 800 اجر، یعنی چند صد برابر این فضیلت و برتری. چرا این همه تفاوت و این برتری در خصوصا در ماه مبارک رمضان؟ به خاطری که ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآن است و هر جایی که قرآن باشد در اونجا تمام خیر و برکتی پروردگاری هست. چرا هر جای قرآن باشد در اونجا خیر و برکتی الله سبحانه و تعالی هست؟ به خاطری که این قرآن کلام پروردگار است، یگانه معجزه‌ای که داده شده است به حضرت محمد علیه السلام صلوات الله علیه. حالا از بس که این یک معجزه بزرگی پروردگاری به حبیبش حضرت محمد علیه السلام که هست، برای همین هر جایی که قرآن باشد خیر برکت هست. حالا شرافت و بزرگی و کرامت این ماه مبارک رمضان هم که یکی از این چی هست؟ یعنی نزول قرآن است. نزول قرآن که در همین شب قدر ابتدای شروع شدگی که هست. به خاطر همین ببینید حالا پروردگار میگه که استعد بالله لیلة القدر خیر من 1000 شهر. حالا قبل از یعنی از آغاز سوره، حالا در جای دیگر میگه که ان انزلناه فی لیلة مبارک، ما این قرآن را در شب مبارک نازل کردیم. پس ما داریم تفسیر قرآن با قرآن، یعنی قرآن رو تفسیر میکند. در آیه یک مسئله میآید، بعد در سوره دیگری با در آیه دیگری اون آیه پیشینه سابقه رو شرح و تفصیل میدهد. حالا در اینجا میگه اون شب مبارک، میگه ما در شب مبارک این قرآن رو نازل کردیم. پس تفسیر اون آیت این سوره مبارک است. بسم الله الرحمن الرحیم ان انزلناه فی لیلة القدر. حالا اون شب مبارک کدوم شب بده است؟ شب قدر. ان انزلناه فی لیلة القدر، ما این قرآن رو نازل کردیم در شب قدر. و ما ادراک ما لیلة القدر، آیا میدونید چی عظمت و بزرگی و چی اجر و پاداش و چی خیر و برکتی دارد این شب قدر؟ و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من 1000 شهر. این شب قدر برتر از 1000 ماه هست. میگه خیر من 1000 شهر. ولی این گوینده کی هست؟ الله سبحانه و تعالی، اون پروردگاری کریم و رحیم، اون پروردگاری غنی و کریم. حالا وقتی که میگوید برتر، حالا یک انسانی بگوید برتر، حالا میدونید که چقدر برتری در نظر دارد، اما همچنان که ذات پروردگار رو تصور کرده نمیشود، برترگویی پروردگار رو هم تصور کرده نمیشود. حالا 1000 میگوید برتر از 1000. برتر از 1000 یعنی چی؟ پروردگار خود میدوند که چقدر هست، لیکن ما انیق میدونیم که وقتی که پروردگار بزرگ میگوید که برتر، اون برتر گفتن پروردگار هم بزرگ است، زیاد، خیلی زیاد است. حالا حتی اگر همین 1000 ماهی رو میگوید که برتر از 1000 ماه هست، اگر حساب شماری کنیم این میشود 83 سال و 4 ماه. 83 سال و 4 ماه. حالا یک شب برابری، یعنی عبادت یک شب
اون عبادت چی تلاوت قرآن باشد، چی استغفار باشد، چی نماز تهجد باشد، چی درود و صلوات باشد، چی خیر احسان باشد. وقتی احسان کردید 1 سومون است، 10 سومون است، 100 سومون است، مثل این که شما 83 سال و 4 ماه احسان کردید. حالا 2 رکعت نماز تهجد خوندید، مثل این که 83 سال و 4 ماه پی در پی شما در عبادت هستید و 83 سال و 4 ماه شما نماز گذاریدید. اگر خدای کرده، خدا کند که در تنهایی آب دیده بریزونید بین خود بر پروردگار دعای کنید، آب دیده بریزونید دعای کنید، مثل این که 83 سال و 4 ماه شما با پروردگار راز و نیاز و مناجات گفته ایستاده اید و دعا کرده ایستاده اید، چیز یعنی آب چشم ریزونده ایستاده اید. و اگر تلاوت کردید در این شب، یا که کسی که تلاوت کرده نمیتواند از قرآن، حالا که در یک تلفن یعنی صدها قاری با ترجمه اش هست، نیم ساعت 1 ساعت اگر در این شب قدر قرآن شنیدید گوش کردید، میمونید یک قرائت با تجوید رو با حضور دل با تمام وجود اون رو گوش میکنید. خواننده و شنونده هر دو برابر هستند، حتی نظر کننده به قرآن، یعنی نظری به قرآن عبادت است. شنونده و خواننده در عبادت و هر دو برابر هستند. حالا میشنوید مثل این که 83 سال 4 ماه 83 سال و 4 ماه شما تلاوت قرآن کرده ایستاده اید. این همه رو باید که مسلمان غنیمت بداند. حالا نیازی دارید، حاجتی دارید، مشکلی زندگی دارید، در تنهایی بین خود و پروردگارت روز نیازت بگو، از عمق قلبت طلب کن، دعا کن، حتمی پروردگار دعایت رو قبول میکند. این شبی قبول دعا هست. یعنی دو گروه انسان ها یا مسلمان ها رو، دعای دو گروهی از مسلمان ها رو پروردگار دعایشون رو قبول نمیکند. دیگر دعای همه قبول است. 70 ساله 80 ساله گناه دارید، همین شبی غنیمت بدونید. همین شب رو صدقاً اگر دعا کردید پروردگار تمام گناهت رو میبخشد، مادامی که حقی کسی نباشد، حقی خودش باشد میبخشد. تمام پروردگار میامرزد. ولی پروردگار خود میگوید که دعا کنید، ادعونی استجب لکم، شما دعا کنید من اجابت میکنم. پس وقتی که دعا کردید چرا اجابت نکند؟ حتمی دعا رو اجابت میکند پروردگار. چرا؟ به خاطر که پروردگار وعده خلاف نیست. پروردگار وعده خلافی نمیکند. پروردگار هر چیزی که گفت میکند. برای همین این شب رو غنیمت باید بداند انسان مسلمان و دعا کند. هر دعای هر چیزی که میخواهید. گفتم دو گروه رو، اونایی که معتاد هستن، اونایی که معتاد شدگی هستن، اون معتاد رو، یعنی چرا معتاد رو؟ چی به مواد مخدر باشد، چی بنگ باشد، چی اون تبلیت کوی نمیدونم که کریستالی و که هر چند نمود و بلا و بتر زهر و قاتل برآمدگی، زهر قاتل برآمدگی هست که نشان ندهد که بعضی از جوانان معتاد به اون شدگی هستن، و یا که به نوشیدنی باشد معتاد باشد. یعنی یکی حق پدر، یکی معتاد رو دویش قبول نمی شود. حق پدر و مادر یا اینکه معتاد. چرا؟ به خاطر که این هم بی نهایت بی رحم است و اون هم که باشد تکیه و توکل و امید و راحت و حلاوت و لذت، همه اش رو همون مواد مخدر باشد یا هر بلایی که باشد، هر زهر قاتلی که باشد، یعنی همه اش رو همون میدوند. برای همین پروردگار میگه من از تو بیزار هستم، مادامی که تو یعنی خود رو معتاد، خود رو گرفتار به یک چیزی، به یک زهری، به یک نابود کننده، به یک نیست کننده. ولی این جسم جان، یعنی حلال و پاکیزه رو وقتی که برای تو دادم میگوید این رو ضایع کردی، خیانت کردی، دعایت رو قبول نمیکنم. یعنی عادی و ساده. پروردگار میگه که ولی که عقلت دادم، این جسم لطیف نازکی تمامی
مرکبات و دیگر این همه نعمت رو برای دادم، این نعمتی من رو ضایع کردی، معتاد شدی. تو دیگر نه آدمگریت ماندگی است، نه انسانگریت ماندگی است، نه تو با من کاری داری. یعنی تو تنها به همون چیزی که معتاد شدگی به اون رفتگی هستی، برای همین دعایت قبول نیست. خدا نشان ندهد بسیار خطرناک است. این یک مسئله. دوم، این شخصیتایی که دعایشون قبول نمیشد، آقی پدر و مادر. حالا این آقی پدر و مادر رو میگید که تو انسان یک بار فکر کن که همین یک خورده یک گوشپاره بدی، اگر همین پدر و مادرت اگر نظر اهمیت نمیدادن تو هلاک میشدی. همین پدر و مادر بدن که با هزار نوازش و با هزار امید و آرزو تو رو کلان کردند و به وای رسانیدند. تو حالا بزرگ توانمند شدی، یعنی نان و نمک همین پدرت قدر نمیکنی. در نمکدانی پدرت مادرت یعنی چیز شکار میکنی، چرا قدر نمیکنی نونم؟ یا اینکه به عباره دیگر پروردگار میگوید که آخه همین پدر مادرت بود که همین بینی افلاسی تو رو چند هزار بار افلاسی تو رو، یا که بینی افلاسی دیگر پیش پس نی، هم بینی افلاسی تو رو چند هزار بار همین پدر مادرت تازه میکردن، فراموش کردی، قدر نمیکنی. برای همین پروردگار غضب پروردگار میاد که باید که انسان نون نمک رو قدر کند، خدمت رو قدر کند، نعمت رو قدر کند، همه رو شکر بگوید. برای همین دعای اونم قبول نیست. و دعای گروه دیگری که معلق میمونه قبولش نمیکنند، میگوید صبر کنید، اینو دعای اینو قبول نیست. دو مسلمانی که اشتی قهری باشن که اشتی نکردن تا این شب، تا شب قدر، دو نفر قهری رو پروردگار دعا و طاعت عبادتشون رو معلق میموند، میستد کهی که به خود بیاین، کهی که اونو اشتی کنن، چی زن شوهر باشن، چی اکا و دودر باشن، چی اپا و خواهر باشن، چی عمه و خاله و دوست و رفیق و همکار و همسایه باشن، قطع نظر فرق نمیکند کی باشن. وقتی که اینا قهری هستن، پروردگار میگه طاعت عبادت و توبه و تضرع اینا رو ملائکه رو امر میکند که معلق بگذارید، بمونید. هر وقت تا که اینا اشتی کردن، پس طاعت عبادت و دعاهای این رو من قبول میکنم. تو اگر اشتی نکنن، پروردگار قبولشون نمیکنه. برای همین بسیار، یعنی این مسئله جدی هست. مبادا شیطان غافلگیر نکند از این روزا، از این شبایی بس بزرگ محروم نمانیم. حال ببینید چقدر انسان های در رمضان گذشته، شب قدر گذشته با ما بودن، در صف ما بودن، همراه ما بودن، همنشین ما بودن، از نزدیکان ما بودن، از قوم جمع خیش تبار بودن، حالا نیستن، رفتن. یعنی این فرصت از دستشون رفت. مدامی که پروردگار با ما و شما این فرصت رو باز دادگی هست، تکرارا دادگی هست، این رو اگر غنیمت بدانیم، این رو عبادت کنیم، نیکی ها انجام بدهیم، همچنانی که گفتم. ولی وقتی استغفار میگه استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام و منك السلام تبارك ربنا یا ذا الجلال والاکرام استغفر الله و اتوب الیه استغفر الله و اتوب الیه استغفر الله و اتوب الیه، لك استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفار میگوید یا در درود میگوید اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. این همه مثل این که 83 سال و 4 ماه این استغفار، این درود صلوات و دعا و این همه رو گفته شده است، مثل این که گفته شده است. چرا این عبادت عبادت یک شب با 83 سال و 4 ماه، به خاطر که امتهای گذشته، عمر امتهای گذشته خیلی طولانی بود. حضرت نوح علیه السلام 1000 سال عمر دیدن، 950 سال دعوت کردن. حالا ببینید، یعنی این همه عمرهای دراز، لیکن اگر چند سال اگر ما 20 سال یا 30 سال یا 50 سال
وقتی شبای قدر رو عبادت کنیم عمر ما از عمر اونا میگذرد میرود. این همه مهربانی پروردگار است. وقتی که بنده مؤمن این همه رحم و شفقت و مهربانی پروردگاری رو اگر خوب با جان دل با کمال تواضع و ادب اگر قبول نکند، عینی به انصافی است، عینی غافلی هست. باید مسلمان در غفلت زندگی نکند. برای همین ولی که قبل از حتی قبل میبایست که پیش از ماه مبارک رمضان همه نیت رو نیک، قلب رو صاف و پاک آشتی، یعنی یکون قهری باید نمیداشتی، هیچ کسی رو فند فریب نمیکردی. حالا مبادا شده باید پیش از رمضان باید که نیت رو نیک، قلب رو صاف و پاک، یعنی کوشش میکردیم که عملهای صالح انجام بدیم. حالا حدی اقل ما در دهه اخیر باید شب قدر از پیش داریم، در این باید آماده باشیم. اگر از این هم محروم موندیم، خب دیگه خدا نشون ندهد، خدا رحمونه بخورد. برای همین باید که مسلمان غنیمت بداند. لیلة القدر خیر من 1000 شهر تنزل الملائکة والروح فیها باذن ربهم من کل امر. ملائکه ها توده ملائکه ها نازل میشن. حالا شما ببینید هر ایمانی، هر انسانی، هر مسلمانی ایماندار احساسی خاطر جمعی و احساسی قناعتمندی و راضیگی و آسودگی میکند در شب قدر، مثل اینکه هیچ خطری وجود ندارد. بسیار آسوده و خوشحال است. چرا؟ بخاطر که همه شیطان ها نیستند و ملائکه های رحمت همه نازل، یعنی فرود آمدگی هستند. حتی با حضرت جبریل علیه السلام، بهترین ملائکه، پیامبری ملائکه، بهترین ملائکه ها آمدگی هستند و دعای طلب رحمت و مغفرت و خیر و برکت زندگی و سعادت بنده مؤمن و خصوصا اونی که در عبادت هست که دستش میبردارد میگه پروردگارم. تمامی دعای رو آمین میگید. علاوه به اون دعای این مؤمن، حالا که مؤمن سری چیزی رو که انسان میخواهد نمیدوند که به فایدهش است یا به ضررش است. حالا اون چیز رو تکرار به تکرار تلاش میکند، مهنت میکند، زحمت میکشد، به دست میارد، بعد میبیند که به ضررش شد. پس پروردگار بهتر میدوند که برای بنده اش چی چیز مفید است و چی چیز مضر. برای همین ملائکه حتی به امر پروردگار هر چیزی که مفید هست برای بنده مؤمن و برای بنده مؤمنی بیدارخوابی مشغولی در عبادت، اون مفید ها منفعتناک ها رو، مفید منفعتناک رو از پروردگار برایت طلب میکند. یک بار فکر کنید که اون ملائکه معصومه که هیچ گناه ندارد، اون در حق دعای خیر و برکت بگوید و یک انسانی عاصیه که من یک عاصی گناهکار، خدا ببخشد، دعا میکنم، دعای من دعای اون معصوم به این زمین و آسمان فرق میکند. برای همین باید که غنیمت بدونیم، قبل از همه قلبا رو صاف کنیم، نیتها رو نیک کنیم. یک واقعیت بگویم بینندگان عزیزی گرامی، همه این سری بدبختی ها یا ناکامی ها یا اینکه به جای نرسیدن ما و شما در نتیجه نیتی بد است و همون قلبی یعنی پر از کینه و کدرت، همین نیتی بد و قلبی پر از کینه و کدرت انسان یا مسلمان رو از بسیار نعمت ها محروم میگرداند. برای همین باید مسلمان رو نیتش نیک، قلبش رو صاف و پاک و کوشش کند که نیکی انجام بدهد. نیت رو نیک کردید، قلب رو صاف و پاک کردید، به هیچ کسی غرض. همیشه گفتید پروردگار رو هر کسی رو که من رنجانیدم، پروردگار رو خودت رحمت و مغفرت زیادت رو براش بده و از من راضیش بگردون. پروردگار رو هر کسی که من رو رنجانی، به خاطر خودت من از اون گذشت کردم، من بخشیدم، من پحیل کردم، من
حلالش کردم، من دیگر با او هیچ غرضی ندارم، هیچ دشمنی ندارم. تمام. پروردگار میدونید در عوضش برایتون چی ها میدهد. میگوید که بنده مومن رو بس است که نیتش رو نیک، قلبش رو صاف و پاک کند و اندکی تلاش مهنت کند، چون که تلاش و مهنت یکی از اساسترین کامیابی مؤمن هست که باید مؤمن در سعی و تلاش باشد. حالا ببینید، حالا در نظام دولتداری و اجتماعی ما نفقه برآمدن است، لیکن در اسلام نفقه نیست. نمیگه حالا 80 رفتی دیگه دعا نکنی، برعکس. چند روز پیش یک مادری بیماری سال خورده زیارت رفتم و دیدم که خب روزه اش رو هم بیمار است، دیگه روزه رو میخورد حتمی. بسیار غمگینی و بسیار دلتنگی میکرد که دیگر روزه هم رو خوردم و دیگر رو گفتم مادر شما چندین سال ها حالا دیگر مهمان نوازی و دنگده و کلچه و اوقات و دیگر نان دو پس که مهمان است، احترام مهمان حالا دیگر یکی از واجبات دینی است، باید مهمان یعنی احترام شود دیگر یک عمر شما کار کردید. حالا میدونید عیناً همون مهنت زحمتایی رو که کشیده بدید و کرده بدید با چی باز به دست میاد، مثل این که همون کارها رو انجام داده ایستاده اید. گفت با چی؟ گفتم با دعا. او پروردگار بیمارت کرده است، از خودت بهتر میدوند که باید خودت بخوری. اگر که با جان خود جبر کردی ولی که روزه رو گرفتی، یعنی دارو و درمانت یعنی هلاک میکنی خود رو. پروردگار اجازه نمیدهد تو رو که با جان خود جبر کنی. این یک دیگر وقتی که ناتوان شد انسان، وظیفه ناتوان و سال خورده و برجامانده یک تسبیحک در دست، به خاطر که ذکر دعا و دیگر رو به یادت بیاره، همیشه دعا در حق فرزندانت، در حق اهل خانواده، در حق گذشتگانت، در حق نبیرگان و ابیرگان و آیندگانت، در حق ما و در حق پیشوای ملت و در حق دولت و کشور و وطن. رو ببینید خدا نشان ندهد. در حق اون همزبانای ما که از بالای سرشون تیر توپ بریده ایستاده است، در حق اونها، در حق همه برادران مؤمنی ما، برادران هم مذهبی ما، برادران هم دینی ما، دعای خیر برکت پروردگار و خصوصا وطن عزیز پروردگار از تمامی گزند و ضرر و آفت و از همه خطر و از چشم بد و از تمامی اونهایی که چشمشون سیخ میزند که پیشرویش ایستاده است، مسجد آرام و مسجد آباد و مسجد پر از نمازگزار و وطن آرام و راه ها همه در سطح بین المللی رفته ایستاده، نقب ها و یعنی نیروگاه برقی و ترقیات و پیشروی این همه. یعنی دعا کنید. همین دعا رو که گفتید مثل این که همون در جوانی که دنگدو میکردید که پخت پز میکردید که کلچه و دیگر طعام و دیگر پیشکش میکردید، احسان نیکی میکردید، مهمان نوازی و مهمان گذرانی میکردید، عیناً همون ثواب رو شما میگیرید با دعا. الحمدلله دیدم که خیلی روح بلند و خیلی خشنود و از شدی اشک میریزونید. همین است برادران اسلام. رمضان را چی روزه‌دار یا چی معذوری که روزه ندارد. حالا معذوری که روزه ندارد، فرض کردیم زنایی که تولد کردن یا اینکه حامله یعنی حملشون نزدیک است که طبیب برای اونها برای که تولدشون نزدیک هست مبادا تفلکشون آسیب نبیند، روزگیری رو توصیه ندادن، روزه خرسان یعنی عذر دارن. معذورهایی که روزه ندارن همگی باید که این شبهای اخیر ماه با دهه اخیر ماه مبارک رمضان رو غنیمت بدونن و باید دعا کنن، در دعا شریک باشن و هیچ نگوین که حالا دیگر من روزه دار نیستم با عذری یا مسافری که روزه‌دار نیست، باید که شب رو عبادت کند، هر لحظه رو غنیمت بداند. در همین صورت ما این مبارک رمضان و شب قدر میشد. شب قدر برای کی شب قدر میشد؟ برای انسانی که قدر کند. شب قدر رو چگونه قدر کرده میشود؟ گفتم باز تکرارم شود، نیت نیک، قلب صاف و پاک و احسان، یگون احسانی
ولی میدونید این شب‌های طاق خصوصا شب‌های طاق یا که همه شب‌های اخیر دهه اخیر یا خصوصا شب‌های طاق دهه اخیر اگر احسانی کردید 1 سومون 10 سومون 100 سومون دادید میدونید مثل اینکه 83 سال 4 ماه شما دادید یعنی این احسان این نیکی و این عبادت رو انجام دادید یا اینکه برادری رو یا که رفیقت رو یا همکارت رو یا دوستت رو یا از اقرب و خویشاوندانی رو قبل از همه پدر و مادر اگر مبادا یگان باری اگر قش قبق داشته باشید در پیششون زنگ بزنید اگر که نزدیک باشید میگید پدر جان مادر جان خب دیگر من همه عزت و برکتم از شما هست همه عزت و برکت زندگی هم از شما هست مبادا می شود که گاه شیطان غافلگیرم کرد یا که در غفلت بدم یا که ناآگاهانه یا اینکه نفهمیده خوشی قواقی بدی سختی درشتی گفته باشم میبخشید روزگیت برای من روزگی پروردگار است تمام یعنی پروردگار وقتی که همین بخشش رو اگر که طلب کرده پروردگار تمامی گناهات رو میبخشد و مهم اساس اینجا هست که ان همون فرزندانت رو برایت فرزندانی صالح نیک میکنند فرزندانی لایق فرزندانی یعنی صالح فرزندانی مصلح از فرزندانت برکت میابید برای چی دینی مبین اسلام توصیه میکند که همیشه پدر و مادر بخاطر فرزندانت آزار نبینی هر انسانی که پدر و مادر رو احترام کند و قدر کند بالای چشم دیده بردارد فرزندانش قدر میکنن و بالای چشم دیده میبردارند باید که مسلمان باید حتمی این رو به نظر بگیرد که این چی خبر است و چی گپ هست و چی تأثیر دارد خب برای همین باید که مسلمان قبل از همه از پدر و مادر و اهل خانواده و خسر خشتامه مبادا رنجیده باشن باید که بخششی و عذر پرسی باید باشد بین خویشاوندان خب حالا میگه که لیلة القدر خیر من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام یعنی چی؟ رحمت و مغفرت الهی حالا گفتم که ملائکه میاد میبیند که بالای جای نماز رو به قبله نشسته دعا کرده ایستاده برایت خیر برکت میخواهد برایت رحمت و مغفرت پروردگاری میخواهد و تو یعنی از غروب آفتاب همون شب تا طلوع فجر تمامی ملائکه برایت خیر برکت میگن علیکم السلام سلام علیکم حضرت علیکم السلام الحمدلله فضل خیر ماه شریف رمضان مبارک باشه شما برکت مبارک باشد سلامت باشید حضرت اگر سوال داشتیم لبیک همین در شخصانی که اعتکاف داشتگی هستن به عذر برآمدن از مسجد چه حکمش حضرت من شروع روشنی من نقطه به عذر سلامت باشید یک سوال دیگر شخصانی در داخل مسجد در وقت اعتکاف تجارت کردن جایز است با تلفن تجارت همین حضرت هم خوشو بفهمونده خب خیر برکت یا سلامت باشید خب موفق باشید یعنی اعتکاف چی؟ اصلا اعتکاف به خاطر هست که من از همه چیز دست کشیدم تنها با پروردگارم عبادت میکنم با پروردگارم میباشم این معنی رو دارد یعنی دست کشیدن از همه لیکن اگر ضرورت بیاد درست که دیگر پیامک درست است که موافقه یعنی اعتکاف رو باطل نمیکند اما به ضرورت گپای زیادتی گپای بیهوده بعضی اعتکاف شدگی را میگن که روز چق میکنن نه از برای خدا وقتی که اعتکاف نشستید با پروردگار صحبت کنید چق بمونید این چق همین سال از 12 ماه این چق هست هیچ کم نمیشود هیچ بود نمیشود هیچ بس نمیشود اون چق را بمونید همیشه رو به قبله بشینید با پروردگار مناجات کنید راز بگویید نیاز بگویید تلاوت کنید نماز نفل بگذارید توبه و تضرع بگید 1 ساعت وقتی که نماز خوندید 1 ساعت دیگر تلاوت قرآن کنید 1 ساعت دیگر استغفر الله با همه نمودهایش
که 4-5 نمود استغفار است، همه با همه نمودهایش استغفار رو بگویید و 1 ساعت دیگر درود و صلوات بگویید، صلوات های ابراهیمی یا که دیگر صلوات ها بگویید، فرق نمیکند کدومش که باشد. خب یک ساعت دیگر نمودهای دیگری ذکرها رو انجام بدید، دعا کنید، 1 ساعت دیگر دعا کنید، پروردگارو. حتی میگوید که هر بنده مؤمنه که در دعا بسیار با پروردگار اگر که مناجات کنه، پروردگار اون بنده رو دوست می‌دارد. حتی همین دعا کردن میدونید نشانه چی هست؟ دعا کردن نشانه اون است که پروردگار در ذهنت، در روح و روانت میارد که بنده هم این رو از من طلب کن، اون رو از من طلب کن، اون رو از من طلب کن، اون رو از من طلب کن تا بدی همه. برای این بنده میگه پروردگار. این الهام پروردگاری هست که در ذهن و روح و روانت میارد. پروردگار میگوید که بنده هم دعا کن تا اینکه دعایت رو اجابت کنم. یا پروردگار شکرانت برای این و برای پروردگار شکرانه ایمان، شکرانه هدایت، شکرانه اسلام، شکرانه قرآن، شکرانه سلامتی، شکرانه خانه، شکرانه زن فرزند. پروردگار شکرانه که برایم زن داده، فرزند داده، عطا کرده. بسیاری هستن که زن دارن، شوهر دارن که فرزند ندارن، به من فرزند داده. پروردگار شکرانه که چشمهایم، هر چشمهایم بینا هست، گوشهایم شنوا هست، زبان گویا دارم. پروردگار رو این همه، پروردگار رو وطنی آرام دارم. شکرانه که وطنی آرام دارم. بعضی وطن‌ها یعنی بالای سر مردم یعنی تیر و توپ بریده ایستاده است. پروردگار و وطنی آرام، شکرانه که وطنی آرام دارم. لبه. السلام علیکم حضرت مفتی. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حضرت جان سوال داشتیم. لبه. همین زن میتونه اعتکاف بشینه؟ زن میتونه اعتکاف بشینه. سلامت باشید. خب خیر برکت یاد. یعنی تو اگر سوال اول یعنی که آدمی که در اعتکاف نشستگی هست یعنی میتواند تجارت کند، نی همه رو ترک کند، فقط مشغول به عبادت باشد. اگر چیزی ضرورت آمد که هیچ دیگر که ضرور هست میتواند مالش تلف نشود، یکون مسئله پیامکی درست است، اما زیاد به اون فرو نرود. یعنی اعتکاف معنی اون رو دارد که با تمام وجود با پروردگارش مناجات راز نیاز بگوید. خب برای زن و مرد، حالا که زن هم که باشد اعتکاف اگر شرایطی باشد علایده باشد درست است، لیکن یعنی در مسجدهای ما شرایطی اعتکاف نشستن زنها وجود ندارد که برای زنها اتاقهای علایده و جای طهارتی علایده و درآمد و برآمد علایده وجود ندارد. لیکن شبهای اخیر رو در خانهش با طاعت عبادت، با ذکر، با تلاوت قرآن در حق فرزندانش، اهل خانواده‌اش، شوهرش، فرزندش، اکاش، دادرش، هیورش، قینیش، هر کسی که باشد دعا کند. بسیاری سوال میکنه که همین پخت پزی زنها، پخت پزی زنها در ماه مبارک رمضان در کدام وقتی که نباشه، حتی بیرون از ماه مبارک رمضان، وقتی که بسم الله میگوید پخت و پز رو برای فرزندان و اهل و خانواده‌اش میکند، همین پخت و پز این خانم‌ها و زنها عبادت است. مادامی که بسم الله بگوید یعنی چی است؟ بعضی کارهایی هست که عادت رو به عبادت و عبادت رو به عادت تبدیل میدهد. چی هست که عادت رو به عبادت و عبادت رو به عادت تبدیل میدهد؟ نیت. حالا برادرایی که برای اهل خانواده میرن بزرگی میکنن، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله به نیتی که اهل خانواده تامین کنم و از این تامیناتم پروردگارم برایم اجر بدهد. حالا حدیثی صحیح هست میگه من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یکی شب قدر من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم. هر کسی که شب قدر رو بدور خوبی عبادت کند تمام میگه با نیتی چی؟ با نیتی عبادت و امید اجر و پاداش. تمامی گناهانش بخشیده میشد و اجر و پاداش از این برایش داده میشود.
روین باید که مسلمان با نیتی با کدوم نیت انجام میدید. ولی خانمایی که پخت پز میکنن بسم الله با نیتی که عبادت از همین پخت پزشون برایشون اجر برسد، وقتی که با این امید میکنن اجر عبادت است، همون پخت پزشون عبادت است. اولا بله. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الحمدلله فضل خیلی سلام باشه. یک سوال داشتم ازت. مرحمت. ثواب از یک. خب یعنی چیز زنها شرایط که نیست اعتکاف نمیشینن، در خونه های عبادت کنن. تمام. حالا سوالش این است که اعتکاف چیست و حکمی شرعی آن در ماه مبارک رمضان، یکی در رمضان کدام است؟ مدتی اقل اعتکاف چند روز یا چند ساعت است؟ خب دهه اخیر وقتی یعنی سنت است که هر کسی که میتواند، البته این با بودن شرایط، یعنی انسانی هست که خیلی مشغول است و مسئولیتی وزنین دارد، را چند هزار نفر یعنی از وظیفه او یا که وظیفه او وابستگی به چند هزار نفر دارد، اما برای جایز نیست که برود همه این مسئولیت رو ترک کند و برود یعنی چیز اعتکاف بشیند. انسانی که فارغ است، امکانیت دارد، شرایط دارد، خوب است. یا اینکه شرکت شخصی دارد، شرکت شخصیش رو وابسته میکند با موینش، با فرزندش، با کسی دیگر و میرد از عقیب کارش میشود، در اعتکاف میشیند. درست است. سلام علیکم. علیکم السلام. حضرت سوال داشتم، ثواب عبادت در شب قدر چقدر است؟ خدا خیر برکت یاد. سلام باشید. سلام. خب اون یعنی مسئولیت رو به دوش دیگر میگذارد، میرد اعتکاف میشیند. درست است. خب مسئله دیگری که والا اعتکاف چند روز؟ اقلش 3 روز است و اکثرش 10 روزی اخیر، دهه اخیر اقلش 3 روز. لیکن به نیت ثواب میرود، چند ساعتی در مسجد عبادت میکند، البته ثواب محروم نمیشد، ثواب میگیرد، از ثواب محروم نمیموند، ثواب میگیرد. لبه الو یعنی به نیت عبادت میگوید، در مسجد چندی عبادت میکنه، ذکر میکنه، تسبیح میگوید، تحلیل میگوید، استغفار میگوید، درود و صلوات میگوید، تلاوت قرآن میکنه، چند رکعت نماز میخونه، از اجر خالی نیست، اجری بزرگ دارد، اجری عظیم دارد. ولی برادر میگوید که در شب قدر عبادت یعنی عبادت شب قدر چقدر است؟ ولی پروردگار میگوید که لیلة القدر خیر من 1000 شهر. شب قدر یعنی برتر از 1000 ماه است. یعنی شب قدر خودش نیست، هر انسانی که در اون شب عبادت میکنه، یعنی عبادت شب قدر برای مثل این که 1000 ماه رو گفتیم که یعنی 83 سال و 4 ماه مثل این که عبادت کرده است. 10 سومون است، 1 سومون است، یک بیچاره بینوای قرضداری رو یا قرضداری رو میدونید که قرضدار از همون شب قدر، در شب قدر میبرید قرض رو میدید، مثل این که 83 سال و 4 ماه شما به قرضدارا دادید، این اجر و پاداشش رو پروردگار میداند. حتی ببینید که پیامبر علیه السلام از پروردگار میگوید که الصوم لی و انا اجزی به، این رمضان برای من است و من اجرش رو میدهم. بسیار عبادت ها رو ملائکه های متصدی اجر و پاداش عبادت ها رو می نویسند. لیکن ما این مبارک رمضان رو ببینید که پروردگار خود قبول میکند. این عظمت بزرگی پروردگار رو ببینید. اینم به خاطر چی هست برادران اسلام، بینندگان عزیز گرامی؟ به خاطر چی است که پروردگار این همه رحمتش، این همه مرحمتش، این همه فضل و کرمش نسبت بندگان، خصوصا روزه‌داران که این روزه رو خود قبول میکند و خود اجر و پاداش میدهد، تا اینکه مسلمان در یک قالب انسانی، در یک قالب مسلمانی و در یک قالب آدمگری خود رو جای کند و خود رو اصلاح کند. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. سوال داشته باشید دیگر جان. سلامت باشین، خدا خیر برکت کرد. لبی جون. سوال داشتم. مرحمت. آیا اعتکاف در خانه هم بشینم درست میشه حضرت جان؟ سلامت باشید. دیگه سوال نیست؟ یک سوال دیگه. خب.
اعتکاف باید در مسجد مرکزی یا که در مسجد جامع بشینیم خوب است یا که در مسجد 5 وقته کدومش بهتر است؟ سلامت باشید. دیگه سوال نیست؟ سلامت باشین. خدا خیر برکت کرد. خب در یعنی اعتکاف خاصی مسجد است. حالا مسجد فرق نمیکنه، خانه خدا هست. مسجد یعنی چی؟ جایی که سجده میکنید. اون را مسجد میگه. مکانی که سجده میکنید خاص برای عبادت است، مسجد است. چی جمعه باشد چی 5 وقته باشد فرق نمیکنه. یعنی چیز فرق نمیکنه، چی مسجد جمعه چی مسجد. در خانه اعتکاف شده نمیشه و باید که در مسجد بشینید اعتکاف رو. مسجد چی 5 وقته باشد چی جمعه باشد، در هر دو اعتکاف درست است، قبول است. و مسجد یعنی چی؟ مکان و خانه ای که غیر از عبادت در اونجا دیگر کار انجام داده نمیشه، کارخانه نباشد، استخوانه دیگر نباشد، مسجد دیگر همون است. مسجد یعنی جای عبادت و در جای عبادت اعتکاف شده میشه، در خانه شده نمیشه. سلامت باشید. اینجا سوال مانده است که متکف باید وارد مسجد شود و کدام وقت اعتکاف رو به پایان رساند. یعنی وقتی که روز عید معلوم میشد، خب و از دهه اخیر می‌دروید پیش از شام و بعد شامی پیش از چیز بعد شامی شب عید از اعتکاف می‌براید. اعتکاف همین است، یعنی دهه اخیر. و حالا گفتیم که چیز پروردگار چرا روزه رو، حتی ببینید پروردگار با روزه‌دار معامله خاص میکند و روزه‌داران برای پروردگار انسان‌های مخصوص هستند. حتی برای روزه‌داران در جنت دری معین هست که ریان، یعنی در اون از اون دری مخصوص می‌درآیند. این همه برای چی از درآمدگاه مخصوص؟ یعنی یک افتخار. حالا ما در ایرپورت در بعضی جا چیز داریم، ویپ داریم، very important person. یعنی چیز، یعنی انسان‌های مخصوص، انسان‌های محترم از درآمدگاه محترم وارد میشوند. با روزه‌داران پروردگار چنین معامله دارد. حالا حکمت روزه چی هست؟ اصلی بر بگردیم اگر به حکمت روزه که انسان احساسی گرسنگی و تشنگی رو در عمل بسنجد، بداند و رحم و شفقتش زیاد شود. همه این عبادت‌های ما به خاطری است که رحم و شفقت داشته باشیم برادرای اسلام. اونی که روزه میگیرد و میرود 100 فند فریب میکند یا که نرخی بگه اید شد بعد 2 برابر نرخ میبرداره، نه روزهش قبول است، نه توبهش قبول است، نه عبادتش قبول است. و برعکس روزه را که گرفتی رحم شفقت و یعنی خدا ترسی به وجود که اومد، کسی را فند فریب نمیکنی دیگر. کسی رو فند اولو میگوید که ببین که پروردگار نسبت تو چقدر رحم دارند، ببین که نسبت دیگران چقدر رحم داری. اگر رحم نداری حالا پروردگار نسبت تو هیچ رحم ندارد. اگر میخواهید که بدونید که پروردگار نسبت شما چقدر رحم دارد، ببینید که نسبت دیگران چقدر رحم دارید. حالا همونه که روزه رو هم میگیرن، حالا که اعتکاف هم نشینن، روزه رو هم میگیرن، شب قدر هم بیداری میکشن، یعنی عبادت میکنن، بعد بگه اید شد بعد نرخ 2 برابر میبردارن. نه عبادتشون قبول است، نه روزهشون قبول است، نه توبهشون قبول است، نه استغفارشون قبول است، نه احسانشون قبول است. و برای چی؟ وقتی امام ابو حنیفه، حسن بصری رحمت الله علیهما، همه اونایی که مغز اسلام رو، حکمت اسلام رو فهمیدن، اونا میگن که اگر حالتی قبل از رمضانت با بعد از رمضانت اگر تغییر نکرد، انیق بدون که رمضانت قبول نیست. حالتی قبل از حجت با بعد از حجت تغییر نکرد، انیق بدون که حجت قبول نیست. حالتت قبل از نمازت با بعد از نمازت اگر تغییر نکرد، نمازت قبول نشده است.
نشانه قبول شدن عبادت تغییرات در فکر و روح و روان و یعنی رفتار و کردارت است. عبادت به خاطری هست که تو را در یک قالب انسانی و مسلمانی جای کند، قلبت را یک قلبی با رحم شفقت کند. مادامی که در این قلبت رحم شفقت نیست، پس معلوم میشد عبادتت قبول نشده است. سوالی اومده است در تلفن شخصی من. خب به هر حال یعنی باید که انسان بسیار یعنی آگاه باشد. همه این عبادت ها به خاطری هست که ما با رحم باشیم، با شفقت باشیم، نرم باشیم، یعنی مفید باشیم، مضر نباشیم. مضر برای خود نباشیم، مضر برای اهل خانواده نباشیم، مضر برای شوهر خود نباشیم، مضر برای زن خود نباشیم، مضر برای پدر و مادر خود نباشیم، مضر برای فرزندان خود نباشیم، مضر برای همسایگان نباشیم، برای این همه مفید باشیم. پس نشانه قبول شدن عبادت ما در مفید بدن ما هست. مادامی که مضر هست، انسانی که عبادت میکند حالا هم مضر هست، دشنام، تهمت، بهتان، غیبت، بدگویی، سخگویی، حقارت، دشنام، این همه ترک نمیکند، پس معلوم میشد که عبادتش قبول نشده است. برای امسال احتیاطکار باشیم و غنیمت بدانیم. میبینیم همین لحظه انسان است، لحظه دیگر رفت نیست. پس این لحظه رو باید که غنیمت بداند انسان و هر لحظهش رو غنیمت بداند و همیشه با طاعت عبادت باشد و مفید منفعتناک. برای همین این ماه دعا است، ماه اجابت دعا است. همیشه در دعایتون بگید که پروردگار من رو مفید برای خود، اهل خانواده و پدر و مادر، فرزندان و نزدیکان و پیوندان، خویشاوندان و اقربا و همسایه و همکار و دوست و دیگر برای وطن و کشور خود من رو مفید بگردان. پروردگار رو برای وطنم مفید بگردان، منفعتم به وطنم برسد، مفید باشم برای وطنم، برای هموطنانم، چی در خارج چی در داخل. این دعاها رو بگویید تا اینکه پروردگار همیشه نیکی بیارد. پروردگار به کی رحم میکند و به دعای کی رو قبول میکند. حالا در ابتدای صحبت گفتم که در بسیاری حالتها بدبختی‌هایی که بالای سر ما میاد، از همون نیت بدمون و رفتار و کردار بدمون بدی‌ها برای ما میآید. و وقتی که نیتمون نیک باشد و وقتی که تلاش کنیم مفید بودن رو تلاش کنیم و به عمل صالح زیاد به کار نیک خیر کوشش کنیم به قدر امکان. ولو قرآن میگوید که نه دستت رو کشیده بمان که همه چیز از دست دارندگیت برود، نه یعنی زیر منت بقب که دیگر هیچ چیزی از دستت نبراید. نه اعتدال میانه روی، وسط رو مکن از کفره ها که گفتن خیر الامور اوسطها، یعنی میانه روی در همه چیز. حالا ببینید همین زکاتی که در ماه مبارک رمضان میدهند 2.5 فایز 100,000 دارد، 2.500 سومان زکات میدهد و 2.500 این 100,000 کم نمیشود، برعکس این چند برابر باز زیاد میشود. مادامی که خالصا لله کنه، یعنی همه عبادت باید که خالصا لله باشد، به خاطر خداوند عزوجل باشد. سوال دیگری اومده است که بعضی از برادرانی که بلاگرها هستند که روزی عید را علیه اعلام کردن، ما جلسه داریم انشالله روز شنبه و سه شنبه رسما اعلان میکنیم، لیکن احتمال زیاد که امسال یعنی چی هست، رمضان 29 هست و روزی 20 یعنی روزی جمعه، روزی سیدی، روزی یکم شوال و روزی سیدی فطر است. من فکر میکنم که وقتی ما به پایان رسید و در اینجا با شما خداحافظی میکنیم و خداوند عزوجل تمامی طاعت عبادت و نیکی ها و توبه و تضرع ما رو به درگاهش قبول بفرماید و از خداوند عزوجل با دعا برای همه شما و خصوصا برادرانی که در مهاجرت مهنتی هستند که همیشه در ما یعنی همیشه با ما در تماس هستند و همیشه سوال ها میکنند و همیشه یعنی طلب دعا میکنند و خداوند عزوجل همه اون برادران ما که در خارج کشور هستند یا چی در سفر مبارک هستند، در هر جایی که هستند پروردگار حفظشون کند و در مهنت و زحمتشون برکت عطا کند و سالم و غنیم و با برکت
به نزد پیوندون خانواده بر بگرداند و خداوند عزوجل این ماه مبارک رمضان من دهه اخیر و شب قدری که آینده شب قدر هست، در این شب‌های طوق همگی رو همچون شب قدر بدونیم، عبادت تلاش کنیم و خصوصا یعنی همچنین که مشهور و معروف هست که بسیاری دانشمندا و علما 27 شب 27 رو میگویند، در اون شب همه رو عبادت کنیم و دعا در خیر در حق همدیگر، دعا در حق همدیگر. چرا من بسیار تاکید میکنم دعا در حق همدیگر؟ ولی قصه بگویم با همین صحبتم خلاصه کنم. نفری دختری بلاغت رسیده که کمی سن سالش میرفت پیش استادش رفت، گفت استاد دعا کنید که همین دختری دارم چند خواستگاری میآیند هیچ مناسب نیست که بدهم، یک نفر یک شوهری مناسب، یک انسان صالح مصلح باشد که شوهر دخترم رو جگرگوشم رو شوهر بدهم. استاد و شاگردش میگه که از اکا و دودرانت دختر دارن، امک بچه هایت، خالا و خالا بچه هایت دیگر رو دختر دارن؟ گفت که دارن. یعنی سن سالی ازدواج رسید مجرد هستن؟ گفت هستن، مجرد هستن، حتی که بعضیش از سن سال یعنی رفتگی است، تا یک اندازه سن سال رفتگی است. گفت برم شبا خصوصا حالی که دیگر پیش از صبح صادق 1 ساعت 1.5 ساعت 2 ساعت پیش از صبح صادق، گفت برم دعا که بگو پروردگارو دختری فلانی دختری فلانی دختری فلانی دختری فلانی دختری فلانی ها رو پروردگارو بخت سعادت و خانه آباد، زندگی خوب، یعنی فرزندان صالح، پروردگارو بخت سعادتشون بده. گفت استاد من برای دختری خودم اومدم، شما میگی دختری فلانی رو؟ گفت برو این دعا رو بگو. بیرون برآمد زقیده گفت که ما برای جگرگوشه خودمون اومدیم. این چی میگوید؟ خب بر رفت و گفت استاد است گپش بگیرم. بعد شبا میخیز میگو پروردگار دختری فلانی دختری فلانی دختری فلانی رو بخت سعادت و شوهری خوب، یعنی زندگی مناسب، دیگر فرزندای نیک و دیگر. هفته ای نگذشته بود که خواستگارو اومدن، خندیدن پیش استادش میاد میگه استاد اما آدمی که میخواستم الحمدلله رسونید، خدا خیر برکتون بدهد، لیکن چی حکمت است در این که من رو نگفتید که دختری خودت دختر دیگران رو دعا کن؟ گفت که وقتی که در حق برادر مؤمنت دعا میکنی ملائکه میگویند برای خودت این چنین. برای همین من تاکید میکنم که دو این در جلسه ها یا که دعا یا که چیز صحبت ها تاکید میکنم که در حق برادر مؤمن، در حق برادران مؤمنت، در حق اکا و دودرت، در حق خیش تبارت، در حق هموطن و همکشورت همیشه دعای خیر برکت نیک بگو، ملائکه میگن برای خودت هم این چنین. حالا دعای تو اعتبار زیاد دارد یا دعای ملائکه مخلوق معصوم؟ برای همین در حقی همه کشور و وطن و پیشوای ملت و من بسیار تاکید میکنم بارها که در حق پیشوای ملت برای چی؟ به خاطر که شب و روز برای آبادی همین کشور در تلاش هستند. حتی بعضی جلسه ها بعضی مسئله ها رو پیشکش میکنن، بحث بررسی میکنن، میگه همین مسئله همین شب در فکرم اومد، هیچ خوبم نبود، یعنی شب خوب ندارم. وقتی که همین ما و شما و همین کشور و وطن عزیزی ما و شما همیشه آرام و آباد باشد در این عصری فتنه و خطر و ضرر این بلا و ببینید خدا نشان ندهد. یعنی بدخواها چه کارایی نکرده ایستادن، چی یعنی بدبختی های بالای مردم آورده ایستادن. برای همین دویم دعا مغز عبادت است، دعا سپر مؤمن است، دعا حمایتگر مؤمن هست. دعا رو کم نبینید، نیکی رو کم نبینید، عبادت رو کم نبینید. دعا و نیکی و این همه عبادت است، این همه رو کم نبینید، رو غنیمت بدانید. انشاءالله پروردگار عزت و برکت و سعادت دنیا و آخرت رو میدهد و آرزو میکنم که برای همه عزت و برکت و سعادت دنیا و آخرت رو عطا فرماید. با دعا و با تمنا از پروردگار با دعا تمنا میکنم همیشه خوشبخت و همیشه سعادتمند و همیشه سربلند باشید، موفق باشید.